الو بله. الو. الو بله. السلام علیکم. و علیکم السلام. ما یک مادری تگی 70 ساله گویم فکر نمیکنم. خیلی خوب، فرما مادری اما عزیز. صحبت رحمت سلام رو صدا تکتون گوش دارم بای کردن باور کنیم اگه یک دیگر دفاع میکنیم ایکی دفاع میکنیم چرا کجا بردستیم اینقدر یک طرف کشیدستیم یک طرف دیگر کشیدستیم نمیشد که همین سر یک دسترخوان چای دم کنین بشینین این قق صحبت شروع کنین یک تد میگین رحمانوف ای خیل یک تد میگین ای خیل بعد این بچه ها شروع مغال میندازین یک دیگری را نمیبینین یک دیگری را دستگیری نمیکنین یک طرف مملکت های دور گپ زدستین همینش من نفهمیدم چی کار بچه باید کنیم؟ خاطر افاق خودتون یک آدمی، یک مادری خیلی تجربه دار، خدا همون ما را به عمر شما برسون اگر 70 ساله شده باشین قریب. چی کار باید کنیم که یکم نصیحت و وصیت بکنیم که چی کار بهتر است؟ همه بهترش همین که ما اینقدر کودکای وای داریم مهاجر داریم خب کودکا حاضر کودکن همین نوده کدام طرف کتاب دادی همون طرف رفتن میگیره داخل است. خب خب انا کن اینجا ده هست کودکی که کمک فکر تفکرش کار میفرماید هست کودکی که در دام فریب و مغلی هر وای میغلطد برای همون نمیشد که همین مسئله های شما در تاجیکستان چی کم بودی اصلا حرف زدن شما مادری عزیز، من معذرت میخوام، از طرز زبان و گپ زدن شما سالتون حتی از 60 هم پایانتر است، از 50 هم پایانتر است، من گارانتی میتونم. درست؟ ما ای 60 بالا نه اپا نه اشتباه میکنی. لیکن در دولت کار کرده 25 ساله یا 30 ساله از زیاد از 35 یا 2 کیلومتر دیگه اوست بریم تمام. الحمدلله رحمت کلان صاحب نویره و کیلون اینا که نویره های بشو نویره های تولدتون چند است اپا؟ الحمدلله تولد من قریب 63. خیلی قریب 63. 63 ای خدا 63 کو تگی 70 نه تگی 60 نمیشه بکو. بله انا کن عمری ما هم چیزی نمونده. نه سالی تولدت که است؟ سالی تولدت 1973 63 1963 چند ساله میشه بعد از 63 تا این روز؟ قریب نه 60 میشیم ان الحمدلله خداوند ایمان تیت یقیق تیت به روزهای نقد برساند اینا روزهای نزدیک 60 میشیم. خیلی خوب. خب بحث ما سری دیگه سالی تولد و سال چی نمیره، چون من میدونم از صداتون معلوم است که از صحبتاتون معلوم است که مادری 60 ساله نیستین ولی پایانین. خب خداوند با اون شاید آرزو داره که 60 سالتون کنه ان شاء الله. بفرما. ان شاء الله من آرزو دارم که به همین 60 به روزهای نزدیک برسم گردی خانواده‌ام سری دسترخوان جشن بگیرم. بحث درباره تولد من نمیره، در حقیقت بحث روی چی میره؟ شما در این سال‌ها اونجا کار کردین؟ تا این سال من آموزگار بودم، اینقدر ساحه ها در کار کردم. همین بعضی هموطنایی که زنگ میزنن از داخل وطن از رحمان رو دفاع میکنن، حتی نمیدونن که روزی آموزگار یا که روزی زبان ایدی زبان کی در تویسون جشن میگیرن. شما میتونید برای ما بگین که اگر بعدن که زنگ زدن لااقل بدونن. انا برای آنه که همین مردم دونیم که در سواد دانشی همون پیشترک راه که بای کنیم راه سپارشان کنیم، ما باید بیاییم بشینیم سر یک دسترخوان چه مصلحت کنیم، چی در کار مردم این طرف کنیم. نه همین سوالی من یعنی شما آموزگار هستین، البته بسیار کسبی پر چی میگن بسیار با مشقت یک کسبی است، نه باید قدر و عزت و احترام این کسب باید هر یک ما بدونیم. همون زباندانی شما هم به همون زحمت آموزگار. البته آموزگار نباید آموزگار باید در جامعه ما خیلی قیمتی بزرگ داشته باشه، اما متاسفانه امروز آموزگار خار شده است. آموزگار در روسیه در روسا میرو و آموزگار امروز پسترین معاش داره. خیلی متاسفم، افسوس. ولی سوال همین بود که بعضی چاپلوسا طرفداری از رحمانوف میکنن ولی نمیدونن ایدی زبان کی است، ایدی آموزگار کی است. شما میتونید روشنی انزوی برای مردم؟
فهمو همین ابله گفته شماها کیها را در نظر دارید. البته کسی که تازه برآمد مرا دشنام کرد ابله نیست؟ دشنام البته اما ابله ها من همون طبقه را میگه دشنام میکنن، زبانی تون، زبانی قبیح دارن. انسانیت به تفکر انسانیت دخل دار کردن رسیدن این معنای وی داره که ما چیکار میکنیم؟ ما به عصب یکدیگر میرسیم. با هر کاری که بگم با دفاع میکنیم. اما این زبان خطی روزی آموزگار میگفتن تا مردم میدونید، خصوصا زیاده از 4,500 نفر میبینم. من مطمئنم که قریب شاید 1,500 2,000 نفر همینو فراموش کردن. 5 اکتبر جشن گرفته میشد. یگان وی ندارد هفته اول ماه اکتبر روز عید آموزگاران است. بسیار خوب. اینقدر از طرف همین حکومتداران اینقدر دستگیری ها میابن آموزگاران. همین روز عید زبان اصلانش کی بود؟ 5 خدا را شکرانه نه اصلا همین روز عید زبان ما از یک روز به روز دیگر بردیم، درست؟ بله. کی بودم؟ 22 ایون. چرا همین میشه یک روزی قانونی، یک روزی که خب شاید تاریخی، یک روزی که شاید 10 ساله جشنش میگیری، یک روز میگی هوا گرمه بیام امر دیگر روز برای من منطقی است. انا همین اگر نظر اندازیم ای همین تاریخی قدیمه ما نظر اندازیم، روزای بدن که تاریخشون عوض شدن، روزای بدن که روزای بگیم سال تولد وفاتشون معلوم نیست. بعد اینا رو نه چرا در همین کلندری که ما داریم دیگر روز نیست که محض 5 اکتبر مونه 364 روز دیگر روز نداشتیم و 5 اکتبر روز زاد روز اول رحمان تا واریم روز زبان موندیم. چرا دیگر روز نیست؟ چرا 9 سپتامبر نشد؟ چرا 22 سپتامبر نشد؟ چرا 4 اکتبر نه و 5 اکتبر؟ اساسا به اونه که منن تابستون همه دانشگاه‌ها و یا تعطیل میبرن، کودکا رو نمیابیم. سبب ایواز کردنش چی بود میدونین؟ سبب ایواز کردنش اساس همون ایواز کردن همین است که حاضر تمامی دبستان‌ها وای میرن تعطیل میرن. 9 سپتامبر روز عید استقلالیت است. 9 سپتامبر روز استقلالیت است. حتی از ماه ایول اوگوست طلبا رو میبرن مشرفکا میکنن، پس هیچ مشکل نداشت است کو. اینا شما باور کن بچه جان کو اینا من مادر حساب میشم، شما حتی قطعی من بحثی تاریخی کردید اینا مثل هست یکم جنایت نیست، بحث کردن جنایت نیست. ما اساسی جمشوی ما همینه که همون صحبتی ما همینه که ما بحث نکنیم و یک خلاصه عمیق در بیایم بگیم که آیا خطی همین حکومتی که دست به قتل میزنه خودی رحمانوف صبر کنی کن بسا افایزید رحمانوف در یک صحبتش در ولایت ختلان بود، یک جوان میگه که نمیدونم رقص کنه، بازی کنه، شعر بخونه، هر کاری میکنه بکنه، اما در سیاست کار نگیرین. اگر در سیاست کار گرفتین جزا میگیرین. انا کن بچه جان گوش کن سال 91 92 را به وی بیار به خاطر بیار. من یاد ندارم افا، من نمیدونم. بر تل و تپه ما در یاد داریم. به تل و تپه گذاشتن، خودی در خوجن وا خوردن. چی با یک کس گرده کرده نگذشت، نبرامد، نگفت که بیا روح خونریزی را گیریم، برادر کشته سای خودی رحمانوف برآمد کن. امروز من کشتم یا شما؟ کی کشت؟ کدام کشته؟ ما و شما پس چرا همون کسایی که کشتن تا امروز در آزادیان؟ لیکن چرا همون کسایی که کشتن تا امروز در آزادیان؟ یکی از پهلوهای رحمانوف بود؟ نکرد افغانستان برود آخران ملت تاجیک شه گریزه تاجیک شه بگیره بیاره. امروز در کجا است آخران گریزه؟ امروز فرقش چی؟ از افغانستان آورده روسیه سرشون کردین. روز رزقش بیا. لااقل در افغانستان همون زنی تاجیک میساد یک مرد افغانی را میگیریم یک کمی ناموس دفاع میکرد. صبر کنید. اپا عزیز ازتون خواهش. اینقدر آبادی داریم، اینقدر تراکتور داریم، اینقدر ما چیزی بخواهیم میکنیم. خواهیم تراکتور گرفتیم، خواهیم زمین مون راندیم، خواهیم محصولات مون جمع کردیم. نگاه کن حاضر از همون رختی خوابت سر کرده تا پای افزاری پاد از خارج کشور است، گجا آبادی است، حتی دندان تمکای بعد از غذا خوردن
از همون چوبچک انا خطایی سر کرده از میوه با سر کرده از میوه و دیگر نوش و نعمتی ما در دیگر کشورها هست. یگام کشور در نیست. با جز از روسیه در یگام کشور نیست. من در اروپا 5 سال چه زندگی میکنم، من در یک کشور اروپایی ندیدم یک آب نوشابه میوه تاجیکستان ندیدم. شما در اروپا زندگی میکنین، نخواد که نان و نمک تاجیکستان نکشد، نخواد که شما پزمان تاجیکستان نباشد. امروز از منبر اروپا کتی مردم تاجیک گپ میزنین؟ از کی جو گپ زنی؟ از منبر اوبیوین اگه گره زور گفتی اگه تصور کده تعال بر صدا نگاه کده یک دقیقه رحمان و تاجیکستان صدا قدی سازمان ملل گپ میزنن. آبا چای تاجیکستان صدا قدی سازمان ملل گپ میزنی؟ حقوق قانونی دارد، حقوق قانونی دارد. ما هم حق شهروندی داریم، ما هم حق شهروندی داریم طبق قانونگذاری کشور. صبر که آن قانون‌هایی که تاجیکستان ما اعتراف میکنن، ما از خارج کشور هم باشد آن قانون‌هایی که تاجیکستان اعتراف میکنن. صبر کن، سر قانون کشور خودت آموزگاری کدام فنی اپای عزیز؟ من یک آموزگاری رسم بودم. رسم کشی؟ بله. آخ سوگ. نگاه که سرقانون کشور میگه که یک دقیقه شما از حساب زبان قانون کمی گفتی گپا بلد نیستین. سرقانون کشور میگه که شهروند جمهوری تاجیکستان حقی در خارج کشور زندگی کردن رو دارد. یعنی مدام که من حقی در خارج کشور زندگی کردن رو دارم، من دستور دارم که در اطلاعات یعنی شبکه‌های اجتماعی را استفاده برم، گپ زنم، خواب روم، کار کنم. او حق قانونی من به دست. یعنی شما چگونه میگه که شما از اروپا استفاده گپ میزنید؟ چون که از اروپا کاری تاجیکستان حل کردن نمیشد. اومده در تاجیکستان خودمان آبادی کنین. اومده در تاجیکستان زید سعیدوف آبادی نکرد؟ زید سعیدوف چی کار کرد؟ وای خدا، همون دام بلنده که در پیش تلویزیون سفینه میبینی او را رحمان روز نساخته. بچه‌ها با یک دیگر جنگند و خودش رفته در دیگه مملکت نابود شد. اون وقت تو نمیدونی زید سعیدوف در کدام کشور اروپایی است؟ در تاجیکستان، در ترکمن. اونا گفتی در کدام کشور، در کدام کشور دیگر است کو؟ نه اکنون من زید سعید قطعی و گروه 24 تن وای کردم. دلیر امام علی روزنامه نگار دلیر امام علی در پیش چشم تون منم میره از مشکلات جامعه گپ بزنه. برای چی زدنش؟ خیلی اکن بچه جان کلی کودک با کودک جنگ میشد. اینم همون بهانه شد. وای خدا، نه یک مربی یک آموزگار همیشه بیا خلاصه برای کودک با کودک. او کودک نیست، او کارگر دولت است. بعد کارگر دولت از خودش حمایت کند، به همون مقامات های داخلدار مراجعت کند. او آدمی زدگی جزاش میبیند، یگان کس به جزا نمیماند. لیکن گپ سری چی میرد؟ گپ سری آبادی کشور میرد، گپ سری شما فرزندا میرد، گپ سری آن میرد که شما آمده ای هر طرف، هر کودک به هر طرف، هر مردم به هر طرف نبرین. این از شما اگر از آبادی گپ بزنید یک سوال داشتم. نگاه کن. چی به یک بار شما وا نمیخورین حکومت جمهوری تاجیکستان کتی؟ ما حکومتی که دست به سلاح و دست به قتل زده است خطی وا نمیخوریم، ما دستامون رو خونالود نمیکنیم. یک دقیقه از همه فساد زده ترین ساختار در تاجیکستان کدام ساختار است؟ من اکنون از همه ساختارهای جمهوری تاجیکستان با خبر نیستم، برای که 60 ساله شدم و حاضر در همین خانه حکم شیشتم وای کرده. خدا را شکرانه فرزندا کرده. لیکن من چند خب پنسه داری؟ پنسه میگیری؟ نفقه 600 سوم پنسه میگیرم. چند سال در دولت کار کردی؟ خدا را شکرانه 13 سال کار کردم، 600 تومان معاش میگیرم. شکرانه فرزندا. این حاضر فرزندا هم روی کار خدا را شکر کار کرده. یعنی دولت یگان بگم که خیلی این مهاجرت از اول بود تا حاضر هست و میماند. همین خیلی هست. همون نفقه که گفتی 600 سوم میگیرم، 600 سوم میگیرم گفتی که نفقه همون خودش در حق یک طعمه تحقیرت نمیکنه. خود در حق اپای عزیز تحقیر کرده که 13 سال کار کنی در دولت که قدری خطه 600 سوم نرخ یک فاحشه است که در کوچه فاحشگی میکنه 600 سوم پولش میتن در یک روز.
نرخی خودتون آورین یک 13 ساله زحمتاتون، اگر معلومات 13 ساله زحمتاتون 13 ساله زحمتاتون 600 سوم از ده یکمو نرخ یک نیم چهار شکرانه انا همین 600 سوم معلومات میانه مخصوصی من هزاران بار شکرانه میکنم، هزاران بار شکرانه. اگر معلومات عالی می داشتم شاید که 1000 میشید، چون که حاجی هستن نفرای معلمای همدستای من که 1000 سوم 1200 سوم 1500 سوم. شما دانشگاه نخوانده بودین؟ نه من کالج خوندگیم، آموزشگاهی آموزگاری. خب فرقی نداره وقتی یک نفر 13 سال کار میکنه. تصور کن ای وای خدا ای خدا. همین خیلی خوشرو تمام با تمام قاعدش کار کردم و 6 تامو بگیم فرزند تربیت کردیم و همین تاجیکستان بچه قدرت توانایی ما آباد کردیم. کو سوگن به خدا یک دقیقه کو سوگن به خدا همچون یک مادر کو سوگن بخیر که 600 سوم پنسه داری. 600 سوم پنسیه دارم. کو قسم به خدا بگو. 600 سوم پنسیه دارم. قسم به خدا بگو. میکنم که با قسم به خدا 600 سوم پنسیه دارم، لیکن با میدونین چی دارم؟ او 400 500 تومان دیگه ای طرف فرزندان معاش دارم. چه؟ بچه‌هات میتیان؟ نمیخه. البته که خدای نکرده یک صدمه شد و فرزنده از دنیا گذشت. خداوند هیچ نشود. مثال سنبای شپیل گپ سری مبلغ نمیره. گپ سری زندگی خودش مبلغ نباشه زندگی کرده نمیشه. این گپ نه. مثال صبر کن. آپا صبر کن. صبر کن. مثال یک صدمه میشه اون فرزنده که 400 سال براتون میداد. نگاه کن. اول مردمی تاجیک در میان نان بسته در تامین دستش آب گرفته زندگیش برده انشاءالله میبرد. اگه چی کم نبودیم کسل نیستیم، خدا رو شکرانه آبادیش میکنیم. ساعتی 2 شوی 3 شوی میخواهم دیگه اینجا رفتم خواستم این طرف رفتم در بالای سرم زنگ افغانستان وارد تیر و توپ و تفنگ نیست. شکرانه پروردگار ما در اینقدر امکانیت داده پنسیونی رو میریم تبابت ما میگیریم میگیم خواهیم تبابت بیپول هم هستی. دروغ میگو به خدا قضایی سوزندارو بیپول نمیزنند. چی توی تا نقل میکنی؟ ای خدا بشر به خدا قسم. آه بچه زن چرا دروغ نگه؟ وزارت معارف قصی ما وزارت تندرستی حالی که این وزارت معارف داره سگ نداره امروز. یکی از وزارت فساد زده ترین در جامعه وزارت معارف است. بابا برای تو کمک میکنه؟ فرمان 600 دارد در همه این همه قبولگاه های همه بلنسه ها بای کردگی نصب کردگی فرمان 600 همش یاری اولیه تیبیش همش بیپلای با چی کار کند. همین از ما به دیگر مملکت به مملکت ما همه چی رفته و آمده است. خدا رو شکرانه گودکای ما این روز در کجاها علم مختصین دانش مختصین دیگه دانشگاه ها خواندی. کالج آموزگاری کدام سال خوندی؟ الو سال 84 سال من کالج آموزگاری رو بای کردم ختم کردم. در کجا به نام کی بدو؟ به نام کیست او کالج آموزگاری شهر دوشنبه؟ نه کالج آموزگاری شهر دوشنبه. اکنون بچم حاضر ما در بین در خاطر هم نیست. اکنون این سن سالی ما قطعی همه یوچی همه قدر خاطر دارم که کالج آموزگاری ما دخترکا را همه خیلی وای میکردن دوره شوروی که رفته خانه ما همه خیلی سفربر شدیم خواندیم. با تشبوس جناب بیالی شما کالج آموزگاری خونده درست؟ نه من این دوره سیوز ما را دخترکا را همه خیلی اگر او میگفتی که او میگفتی ببرک میگفتم یک قرض برات میزدم میگفتم حتی رحمان زنده نبود تشبوسش بود است و بسیار آدم بزرگ بود است. من اکن تا او درجه نخواد که شما قطعی مادر همین قدر وای اگر دیگه مادر شدین دیگه بیاین زین موزن سوار شدین دروغ میگین 600 سوم به خدا قسم. نگاه کن اپای عزیز نگاه کن بیا من یک حساب میکنم. گوش کرده نسبت مادر که شما همین سخن بیا من یک حساب میکنم نگاه کن زحمتی که آن زحمت مادری که شما را تربیت کرده
اقلا شما همون زحمت دانین، همون الحمدلله همون شکرانه همون مادر کنین که این روز سخندان شدین. انا همون در سیمای انا همون مادر، همه ما مادریم. در سیمای همون مادری که شما را آفرید همه ما مادریم. نخواد که مادر شده بالای سر، مادر شده بالای سر میگردانیم. حالا من براتون یک مادر نشان میتم، یک زن نشان میتم، یک مادر نشان میتم از طرف قوه پلیس. دستی همه اینقدر مادرها را در تاجیکستان زدن، هزارها مادرها را فرزنداشان را زندان کردن، دل هیچ که برای مادران نسوخت. امروز شما مادر شدین، باید شما با الگو باشین در جامعه. بله الگو باشید. ولی چرا دیگر مادرها مادر نیستن؟ مادری گلبدین مادر نیست، مادری گلبدین مادر نیست، مادری 10 تا کشته شده بدخشانی مادر نیست. آخی گلبدین تاجیکستان آباد کردن مرد گفته بعد همه مادرها گناهگارن. مادری گلبدین مادر نیست، باید قدری اون داشته نشود. برای چی آخه چی نمیرسد که ای همون راه دور شما ها میخزین اینقدر اغواگری انداخته سینا نسبت زن مادرای تاجیک خیلی گپ میزنه. در داخل تاجیکستان زن تاجیک تعقیب میکنن. هزارها صدها هزار زن تاجیک مهاجر در روسیه، قدری او را کی دفاع باید بکنه؟ فقط نقطه های ضعیف کدام نقطه ضعیف هم میگن که باید اصلاح شود. ضعیفی هست، جایی که مملکت داری هست ضعیفی هست. در روسیه نیست. چرا فرزندای رحمان مهاجر نیستن؟ وزیر رئیسن هست، در اروپا هم هست. در چرا فرزند رحمانوف، نویره رحمانوف، داماد رحمانوف مهاجر نیست؟ هست شاید هست. از کجا میدونی؟ من میدونم. اینو نمیدونم. نه تو آمده کتی رحمانوف زندگی کردی، کتی رحمانوف 6% یک میز صحبت کردی او بیو گپ زن، همین گپات بیو رو پرو. ما امین شما و هم فرزند، شما هم فرزند، همچون فرزند بیو این گپ زنه. یعنی رحمانوف کتی ما گپ میزنه؟ چی در کار؟ چی با گپ نمیزنه؟ ده ها عضو گروه 24 در زندان رحمانوف است. اگر صبر که اگر رحمانوف میخواد کتی ما گپ زدن، قطعی مقصود ابراهیموف گپ زنه در زندان است. خب بعد اکن گوش کنید، همین فقط موضوع میبریم یک زندانی دمیزیم، یک سیاست میندازیم. چی برنامه ما برنامه سیاسی است. برنامه ما برنامه رقص و بازی نیست. اگر رقص و بازی میخوای سفینه بره. سیاسی هست ها؟ سیاسی آرامی نیست. سیاسی فقط جنگ است. سیاسی فقط اغوا اندازی است. سیاسی فقط از دور مردم به یک تفکری بی‌ضد راه اندازی کردن. همین گپ زن بچه جان. سیاسی اونایی که ما سر یک دسترخوان شینیم سیاست تاجیکستان پیش بریم، مردم همه تاجیکستان سرجم در یک مملکت خودمان آرام کنیم. اما خیلی است حال آنکه تاجیکستان آرام است، اینقدر پیشروی دارد. دوشنبه اون پیشترایی که ما میگشتیم امروز شناخته نمیشد. اینقدر آبادی، اینقدر تنجی و امانی، اینقدر تازه، اینقدر با چی میفورد. یک همین کوچهش دمی گردی راحت نکنی. شما از تاجیکستان خارج برآمدین؟ البته که. کجا رفتین؟ در دوره شوروی ما نه، پس از شوروی زمان استقلالیت کدام کشورهای خارجی رفتین؟ نه رفتگی نیستم. نه رفتین، از کجا میدونید زندگی چی است؟ زندگی تنها آب و نان و خانه نیست. کشت بس شاعر میگه که زندگی تنها آب و نان و خانه نیست. کشته ما را دیدن نادیدن دیدارها. باید شما بعض نادیده ها رو ببینین. باید شما بیاین صبر کن. پس که به خدا قسم زن هستی وگرنه یک دقیقه صبر که برای او خاطره که شما بیرون ابرومدین نمیدونین زندگی چی است. بیاید شما یک آموزگار، یک نفقه خری اروپایی را ببینین. ماشینی تای پاشکی لکسوس، لامبورگینی، BMW، مرسدس پسلد این مدل، نمیدونم بهترین مدل های ماشینی مارکه میگردن. نفقه خرن، آموزگارن، نفقه خر. بعد از کار رفتنشان بهترین زندگی را دارن. اگر تو آبادی میگوی یک بار برای کشورهای پیشرفته دنیا را ببین. زندگی 600 چی پولی است که تو نفقه میگیری.
حکومت در 13 ساله کاریت در حق تحقیر داره. در روی این همه 13 سالی کاری کردگی توف کرده است. میگم ما 600 سوم 600 سوم پولی است که تو نفقه بگیری. برای 600 سوم چی میگیری؟ خوردن نداری، پوشیدن نداری، گشتن نداری. منظرت میخوام یک بازاری کاروام را یک توالتش میدرای 3 سوم 5 سوم میتهی. اگر در یک روز اگر نمیدونم 2 بار بازار بلا چند سوم پولی توالت فقط میتهی. خوردن نداری. یک راکیرو از یک منطقه دوشنبه بیا برا قریب 50 سوم 40 سوم مصرف میکنی. 600 سوم برای شما پول است. 600 سوم چی میخری؟ آخران بار که گوشت خورده است. اگر 600 سوم نفقه داری 400 سوم دیگه بچه هم میداد است. 1000 سوم بخوای در تاجیکستان زندگی کرده میشه. یک خلطه آرد خداجانی 350 سوم 400 سوم. تو نمیخری؟ تو میوجات نمیخری؟ تو سبزوات نمیخری؟ تو نمیپوشی؟ پتینکه در 1 سال در 3 سال یک بار میپوشی. همون لباسایی نمیدونم دورای جوانی خطی میگردی، دورای سیوس خطی. یک شیمی پاد، یک کرتای پاد میبیا از ترکیه چند پول است؟ یا که همون یک کفن هم میپوشن و میگردین. اما چه 13 سوم 600 سوم پولی است که شما شکرانه تنجو ای مردکی خوب. همین ندادن پولی خوب نفقه خوب برای شما خودش بدبختی از تنجی نیست. که هسته صداشو بلند که الو چند معاش میگرفتیم؟ چند در دوره شوروی میگرفتیم؟ همه شما در اروپا به مهنت پول در کیسه هاتون میدراید یا که همه شما در اروپا میبروین ره تاکسیاشون میخیل به مبلغ میبرن جهتون ده میرسانن؟ ما 5 ساعته کار 600 سوم معاش خودت هست. 5 ساعت کار میکنم 600 سوم نفقت مدام میتیم. آفرین. چون که مبلغ گذاری تاجیکستان نیست، برای که از دیگه دولت کار کردیسی، دیگه دولت نفع آوردیسی، دیگه دولت نالوگ رای کردیسی. خودت دولت نالوگ ندادی؟ فایده ندادی؟ خدا را شکر. پس 600 سوم معاش که برای خودت بتن؟ فایده شد دیده استم. بس سلامت باشی، تشکر زیاد. نکن میگه که نکن با کودکان بازی که خود را شرمنده میسازی. از کودک دیده بدترین به خدا قسم. با نادان بحث کردن، با جاهل بحث کردن، این عمل یک انسان است. واقعا ولی از خدا همین کجله بشینین حرفی راست تا بگین. 600 سوم پولی نیست که شما تبلیغی او را بکنین، پنهانش کنین، سری دولتی بگین همین 600 سوم. عیب است، عیب. 16 سال تو برای سرت سفید کنی، فرزند مردم تربیه کنی، حکومت در رو توف بکنه 600 سوم معاشت بده. فرزندی رحمانوف یک غذایی که شام اخره من میگم 10 برابر معاشت است. یک روزه که دیسکو کلوب میروه 100 برابر معاشت را صرف میکنه. یک روزه که خارج میروه، اروپا میروه، امریکا میروه کیف میکنه، دبی میروه کیف میکنه، شاید 3 ساله معاشت را ببره اونجا. میفهمی؟ 600 سوم معاش دارم، شکرانه پیشوای ملت. ای خدا بشرمین.